تعداد تاجیکستانی‌های شناخته که طی یک ماه اخیر درگذشتند و مرگشان به خروج کرونا ویروس ربط داده می‌شود حداقل 17 نفر را تشکیل می‌دهد. دلشاد کلدی پسر کلانی شاعر گلنظر کلدی مؤلف سرود ملی تاجیکستان از کرونا ویروس درگذشت. دلشاد 43 سال داشته از بیماری کرونا ویروس در بیمارخانه فوتید. اطلاع داد یکی از نزدیکان محروم. پدر دلشاد گلنظر کلدی در موج یکم کرونا ویروس ماه آگوست سال 2020 جهان را پدرود گفته بود. گفته می شود که دلشاد با بیماری دیگر بستری شده بود و در بیمارخانه گرفتاری کرونا ویروس گردیده است. موج دوم کرونا ویروس رسما در تاجیکستان از 21 میلیون اعتراف شده در برابر مردم عادی دهها خانواده شناخته جمهوری را متهم زده کرد. وزارت تندرستی تاجیکستان نخست حالت مرگ از کرونا ویروس را در زمان موج دوم ایول سال روان تصدیق کرده در مجموع به اطلاع این نهاد از دوم تا 18 ایول 21 نفر از این بیماری فوتیدند. این در حالی است که طی یک ماه اخیر مرگ 17 نفر از چهره‌های شناخته یا خود از عائله‌های معروف جمهوری رسانه‌ای شد که آن را به کرونا ویروس ربط می‌دهند. از جمله قربان علی رحمان آوازخوان مردمی تاجیکستان، شیرعلی عبدالقیس هنرمند مردمی تاجیکستان، قربان علی عبدالرحیم زاده معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان، دامولا عبدالرحمان باقی زاده ساکن دهه گلپرور ناحیه رودکی، پروفسور نگین شریپова سابق نایب سروزیر تاجیکستان، نرگس حکیمova طبیب کسمتولوگ، راحت همسر شاعر خلقی تاجیکستان سیدعلی مامور، لیلی مقصودova مدیر شعبه مناسبت‌های بین‌المللی تاجیک استاندارد، رجب علی سید ولی زاده مقامدار دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان، قابل خواجه قابل سابق مقامدار حکومت مسجد، حامد جان اوسایف معیار سابق کارمند ملیسا، جمشید جهانگیرزاده کارمند فرودگاه بین‌المللی دوشنبه، عبیدالله رجب هنرمند شناخته تاجیکستان، فریده منصورova پزشک نامی تاجیک، فرزان مأمور پسر شاعر خلقی تاجیکستان سیدعلی مأمور، قیوم آدینایف یکی از مالکان کارخانه طلا براری آدینه. وزارت تندرستی تاجیکستان رسما در گذشته این افراد را در پی کرونا ویروس تصدیق یا رد نکرده است. در مجموع 30 اپریل سال 2020 تا 18 ایول سال 2021 در کشور 14125 نفر گرفتاران سرطانی کرونا ویروس به قید گرفته شده. از این شماره تا سند ذکر گردیده 13717 نفر شفا یافتند و بر اثر بیماری مذکور 111 نفر فوتیدند.